شوهرم میگه که خودت تو خونه کار کن، خرج خودت در بیار. من چرا باید پول بدم؟ اینجوری نمیشه. این حرف خوبی نیست. مسئول معیشت آقاه. حتی اگر خانم شاغل باشه یا حتی پول داشته باشه، مسئول معیشت از لحاظ حقوقی و اخلاقی و شرعی آقاست دیگه. من همه میدونن اینو دیگه. عزت نفس خانم تو پول نشکنیم هیچ وقت. یه بار گفتم، بازم میگم، تو همین تریبون گفتم بعضی خانم‌ها گدایی پول میکنن از آقا. 2 تومن داری، 3 تومن داری، بعد انقدر این حالتش بده واسه خودش، میگه دلم میخواد دستم تو جیب خودم باشه. آفرین به آقایونی که انقدر حواسشون به خانماشون هست. حتی ما تعیین میکنه، حتی به مواضع حقوقی میبینن طرف بی خیاله، میان نفقه تعیین میکنن، میگن تو وظیفت این پولو تامین کنی. یه چیزام بگم، مگر زیاده خواهی ها، زیاده خواهی این معلومه که در حد اینکه بگن آره. تو برو خود. حالا من خودشو جواب بدم. بعضی خانم ها از لحاظ عرفی تامینن، زیاده خواهی زیادی داره، مثلا خیلی همش میخواد بالاتر، خیلی تو قیاس قرار گرفته.